بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما بیننده‌های تلویزیون جهانی دنیای نو برنامه دیدار. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما فرصت داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، آمدیم به ولسوالی زیبای گذره به سیاوشون با پل کنجون. همراه ما باشیم، میریم رسم و رواج، کاروبار، عنعنات مردم به تصویر میکشیم. یک ساعت به خدمت شما، همراه ما باشیم. بازم دوباره سلام دارم به خدمت شما دوستای خوب نازنین. طوری که پیشتر گفتم، آمدیم به ولسوالی زیبای گذره به سیاوشون پل کنجون. بسیار جا شما سبز باشه، یک جای سرسبزیم، به کنار جو هستیم، در کنار دوستا دکاندارایی که به این مسیر هستم. از کاروبار اینا پرسان میکنیم که کاروبار این منطقه چی رقمه. اول کمانده نباشیم لالا. سلامت باشین. صحتمند هستیم. شکر خدا، شما خوبه؟ قربان شما. اگه نام شریف خودم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالغنی ولد مولا عبدالرحمن از ولسوالی گذره قریه سیاوشون پل کنجون. به به. چرا لالا این پل کنجون میگم؟ دیگه این پل کنجون می زیارت که هسته به نام خواجه محمد کنجانیه. این امی منطقه هم که هسته به نام زیارت پل کنجون. امی زیارت که میگم، امی زیارت که به می دشته. امی زیارت خواجه محمد کنجانیه، این هم امی منطقه به نام پل کنجون. خب این پل هم امی بزرگوار جور کردن. بله، این پل و مینا کلان به نام زیارت. خب بزرگا قصه بکردم که چند سال قدامت داره این دیگه زیارت؟ خیلی این تقریبا شاید مثال 1000-2000 سال مثال این پیر کسته اینجا بوده است. نام خدا. بسیار خوب. خود سیاوشون فکر کنم یک وقتی 9 محل بوده. بله. حال فکر کنم بیشتر شده. حال تقریبا سیاوشون که هسته 70 مسجد داره. 13-14 تا مسجد جامع داره. محله‌ای هم که هسته این کم میره که مثال شاید 100 محله داشته باشه. 100 محل. 100 محله داره. خیلی هر چی که بگیم سیاوشون کلونه. واقعا کلونه. علتی چیه لالا که سیاوشون هم برنج خوبی داره، هم میوه‌دانی خوبی داره؟ سیاوشون که هسته آب و هوا خوبی داره، خاکی و زمینی اینا خوبه. او هم خیلی داره، منطقه هم سرسبز از حساب دال و درخت و اینا. بگیم یک دقیقه. حساب دال و درخت و اینا میوه‌جات، اینا هر رقم میوه‌جاتی که به می شهر ایراد به مصرف میرسه بیشتر یا سیاوشونه. برنج صدری هم برنج خوبیه که از برنجا کرنل اینا خیلی بیشتره. آب و هوا و خاکی و خیلی خوبه. بسیار خوب. شما خود خوب بگیم چند جریب زمین داریم، باغ داریم، مالداری داریم یا تنها می دکونه؟ ما که هسته زمین نداریم، باغ داریم. 2 تا باغ داریم، یک باغ ما 2 جریبه، یک باغ ما 6 جریبه. نام خدا. خوب. کلا 8 جریب. 8 جریبه. دکونی هم داریم، مازدایی هم داریم. کلمه انگی میتونیم بسیفیم. دکون هم هست، مازدا هم هست، 8 جریب زمین هم هست دیگه. شکر خوبه دیگه. زندگی تیمش خدا شکر. الهی شکر. خب انال یمینایی که نام ببردیم اینا برارا و پدرم شریکم یا نه تنها از شما و اولادای؟ اینا تقریبا میراثیه دیگه، هم شریکی خودی همه. خب چند برادریم؟ ما 5 تا. اینجا هستن برادر شما؟ نه اش کدوم میام اینا به شهری بایره. خب سودا دکونش نه خوبه؟ خوبه خدا شکر، زندگی تیر میشه. الهی شکر. به سر خرمن هم سودا میدیم؟ به سر خرمن کنه اینجا خرمن نه، نسیه میدین کس وقتی ماست باشه. همین نسیه که سر خرمنی میشه دیگه. یعنی مثال میگم میایم کمک جنس میبرم که گندم درو شد با گندم میدیم اقوام سایه دیگه، و کس ماست باشه میدیم، مشکلی نیست. سید احمد رفیق ما یک چیزی به اعتبار داره پیش شما؟ بیشتر هر چه که بگیم 1 میلیون دلار اعتبار دارم. کلیفه و چیزی نه. خوش کن مثل شما میته 4 تای باشه بیایم منطقه بگردم سوال جواب کنم. ما در خدمت. تشکرشم. از این کارتا کلینیک شفاخانه سناکوسر هم به لالا بده. بسیار تشکر. خوشحال شدیم از دیدن شما. سلامت باشید. شما خوشحال شدیم. خیلی قربان شما. بیننده‌های خوب نازنین، برنامه ادامه داره. 1 ساعت به داخل همین قلعه با پل کنجون به خدمت شما هستیم. اون مینام خوره میزنه به در دیوالا که میگه ما یلدیم. درسته؟ شاعر گفته من نگویم که مرا از قفس آزاد کنیم، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنیم.
آزاد کنیم ما یلا دیگه نه نمیره نمیره خب مخته نمیره امور یلا باشه ما برم ما بردن باشه بیا باشه منجی باشه سرجا خبر نداره شما باشه سرجا خوب باشه مینا بیبی بیا ایوان بیلیشو بیا نول کنه میزنه بیا دیگه تو به خوبی خواهم نمیفهم بیا دیگه گردنم بند باشه اگه آخش دوستای نازنین مینار برفتم که از قفس آزاد کنم خب بدینین که بافتاد به تجویجو هم خیلی او داره یک قد او داره تا بازم خیر بینم لالا که برفتم بالا کشیدم تا مینار اینا بالا کشیدم لالا دکندار که صاحب مینار هستم چی میگم برار این مینار که ببرد بگر سرد سیری به تاون بدی من میگم ای هایی میمون نوزی از این امی رقمه به نظر شما کار خوبی کردم نه قبل نداشت که مینار بود پس مینار بگید من بیامد اگر مینار میمرده کن قبل نداشت نه خود نه این خودی بازی میکنه باز میگم که گاهی وقتی خود میندازه به جو خب بازی من او ضرورت داره دیگه خب من امیر میگم خب با چرا با من میگم اگر تاون بدی اول مزاق گفتم نه جدی مزاقم پول میستونادم نه مزاق گفتم بسیار خوب نام شریف خودم میشه بگیم نام شریف معلم بصیر احمد خب معلم صاحب اعظمی پل کنجونیم بله خب کاروبار شما چیه کاروبار ما معلمی خب تانکاره به دست ما بسیار خوب متر آب به مردم میخونیم قبض برق تحویل میکنیم ما چیزی معاش هم تعیین کردم خب اعظمی قبضا برق بگیم یک قدم پینتر بیان که من قطع شما شم خب همین برقا چند روز از وقت تیر شه قبول نمیشه یا قبول میشه بعد به روز که میخونیم کنترل ببینیم و بعد به صرف 10 روز طولا خو بدم خب پچه ما قبض برق باید تحویل کنیم وقتی که نمیدم او بالی مردم ما قطع بکنیم مردم به سر صدا میشه تا پول خو لکه میشه تا تحویل میکنیم خب شما دولتی کنی شما نه از پروژه هم بستگی ملیه خب از هر خونی چند جمع میکنی کیلومتر 6 روپیه خیلی نیه نه دیگه با قبض برق میشه و مزدوری ما بشه باید چیزی بمونه دیگه ما مثال میگم فکر کنیم خونه خود شما به یک ماه یا به 2 ماه چند مصرف ایتا معاونه حساب میکنی؟ 2 ماه میخونیم ما 2 ماه چند مصرف میشه؟ خونه به حساب فامیل کار داره مثلا 5 خونه که 5 نفر باشه 150 روپیه 135 140 با ماه بر 2 ماه یک دفعه میشه به 2 ماه یک دفعه هیچ چی نیه باور کنید همینا را اگه مال مزدوری بگیره آدم از جو او بیاره از روپیه بیشتر میشه نمیارم آدم نه یک چیزی من به شما میگم شما به حیث یک مسافر مسئول امیت کاره بعضا تخطی میکنم همو ارزش نداره همیت مجبور میسازم باور کنین که من چند دفعه به ریاست آبرسانی رفتم که مترای اینا وا کرده بدم ببرده بدم چرا این کار میکنم چرا این پول خورد تحویل نمیکنه یا برق یا او دیگه ما و شما شکر مسلمانیم اگر ما و شما آینده خود بسنجیم عدالت وقتی که باشه با هم باید باشه نه هدف مو گپ نیه فکر کنی هدف مینه که من وقت خونه میبرم به سالها طول میکشه اونا دیگه بزی فکر نیم مثلا دولت میه ترانس قطع میکنه خاطر از اینکه 20 نفر پولا خونه داده تمام دیگه مردم هم به خاطر ما همسایا بی برق باشن او هم فرق نمیکنه همین تا وقتی که مثلا 20 نفر یا 30 نفر پولا خونه بده او قطع میکنه بالا همه قطع میشه این چی شد یک گونه همسایه زیادی شد ما یک روز حقیقت راستی بیننده عزیز بدون شوخی اینا میگم امید دوماد ما بیامد با ما گفت بیا بریم امیر ریاست آبرسانی انیر به جلوی تلویزیون میگم که نه پد باشه چکار شده این متر ببردن خب دمی که رفتم سعی میکنم که به خدا 2,40,000 افغانی این چه شده بود قرضدار بده خو این سرا گیروی بود از اون وقتا که به ششتم یک دمی که سنجش کردم 120 سال تیر شده بود به 120 سال همین گپ قبول داریم 120 سال مثل همین تاکسی شما
لالا معلم صاحب تاکسی داشتم بردم ترافیک که لسان اسناد کنم 70 سال بقیاد داشت. درسته؟ ما 4 سال میشه به آبرسانی کار میکنیم. به می 4 سال مالی هست نفرا که پولا خونه نپرداخته. باور کنید 2,40,000 روپیه شد. بالا از تقریبا 60-70,000 جریمه آمده بود 2,40,000 بالاخره کلا. خب ما گفتم مثلا من اینا رو تحویل میکردی که حال این رقم نمیشد به مشکل نمیخورد. بسیار تشکر خدا کنه که دوستایی که آب و برق مصرف میکنم می الغر به می گوش خو کنم قبض برق به وقتی و تحویل کنن قبض آب به وقتی تحویل کنن که دیگه مردم ضایع نشه. بسیار تا اسراف کو بیا ازوی برا شلنگ و شیر و وا میکنن گردنم بند باشه خب مثل رود بریم تک کوچه‌ای بر میره. بسیار تشکر گزارش زندگی به خوبی میچله. الهی شکر. الهی شکر. مینار اگه فروشیه دیگه از بیکوندار دیگه واسه کنه چی میگه؟ ایمان ترک کنه. بسیار تشکر همراه ما باشین دوستای خوب نازنین به خدمت شما هستیم. خدا کنه که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین. در کنار جوانا هم هستین که باز جوانا نگن که چرا از ما پرسان نمیکنیم کاروبار ما اسم ما مونده نباشیم برادر من. السلام علیکم. سلام خدمت تمام دوستان عزیز بخوست برنامه زیبای دیبده یا به حساب کوچه به کوچه دیدار برنامه دیدار و همچنان سلام زیاد بینندگان شبکه دنیای نو زنده باشین شما. اگه نام شریف خودم بگیم. مهران احمدی هستم یک تن از باشندگان قریه سیاوشان محل پل کنجان. به 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 به. گپ بزنیم به صنف چند هستیم مکتب برو. به شکر خدا الحمدلله سال 401 فارغ 12 اومد. به به. ادامه بدادیم پنتون برفتیم. بله یک سال ادامه دادم به رشته ترسی و اقتصاد زراعت. چرا ادامه ندادیم نرفتیم؟ دیدم مشکلات دیگه به حساب مسافر شدم به ایران رفتم یک سال. بله. ازدواج بکردی؟ بله ازدواجم کردم 2 سال میشه. عروسی کردی؟ بله عروسی کردم. خب پیشکش‌ها اینجا چنده؟ پیشکش‌ها شکر خدا الحمدلله خوبه زیاد نیه به میخونای 2 لک 2.5 لک 3 لک میخونای به خود شخصا 2.5 لک بود پیشکش من. خب چه کاری شما بدن؟ به حساب از ما دید بود دیگه نماز خالی ما بود دیگه. خوبه بسیار خوب. خیلی ظلم که وقت به شما نکرده. نه خیلی نه خدا از اینا راضی باشه به حساب از خود بدیم. خونه خوبه به میجیگو دیگه ما هم یک منطقه میشیم از هم دیگه میشناسیم دیگه هم دیگه خب به حساب ما اینجا 100 سال هم دیگه خب میشناسیم. از پشت نه از پشت ما میشناسم. بس خیلی نه مثلا ما همیشه از اینا راضی بدیم دیگه اینا هم از ما راضی باشن ان شاء الله. خدا شکر بسیار خوب بسیار خوب. برادر من حال چه کار میکنین گپ بزنید؟ حال راست بپرسیم دیگه فعلا من از ایران اومدم 3 هفته میشه که از ایران اومدم فعلا. خب انا فعلا که مستعفی به حساب خودی به خوینا زدات و به حساب جی باقی که دادم خوینا کمک میکنیم باز فکر کاربارم خیر ان شاء الله است میکنم داخل شهر یا اینجا فکر کاربار بشم ان شاء الله. خود شما ملک چیزی دارین؟ شخصی که خود مانیه به حساب میرسی از ببین اینا هست. بسیار خوب. تشکر از شما خوشحال شدیم دیدن شما. سلامت باشین. قربان شما بخیر باشین. دوستای خوب نازنین بازم سلام دارم خدمت شما. خدا کنه که لذت برده باشین. تا این لحظه از برنامه در کنار حاجی کاکا هستیم که اینا بیشتر خور معرفی میکنن. ما که نام اینا بلدیم از زبان خود اینا میشنویم که شما بیشتر به حاجی کاکا معرفی شیم و آشنایی بیشتر پیدا کنیم. حاجی کاکا سلام داریم خدمت شما. و علیکم السلام. قربان شما. اگر نام مبارک خورم بگیم. نام حاجی عبدالعزیز از قریه سیوچون ملک قریه سیوچون. سابقه قماندان جدی معاون عبدالی صاحب به دوران و جهات روسا. بسیار خوب. با نام کاکا پهلوان حاجی پهلوان که شنیده باشیم دیگه. انا نام معرفی دارم از قماندانای جهادی اکبری صاحب خداوند غرق رحمت کنه. حاجی غلامی‌آیا اکبری اینا از قماندانای اینا بودم. قماندانای جهادی که عمر خود روسا جنگیدم. خوشبختانه که مسئول غریه هم به دوش دارم. خب حاجی کاکا اگر بگیم که چی مدت میشه که مسئولیت غریه به دوش شما نه؟ دیگه از وقتی که امارات اسلامی آمده مسئولیت به دوش ما نه چیزی کم 3 سال میشه یا بیشتر یا کمتر میشه. از اولی که امی زمانی که امارات اسلامی مسلط شده و
قدرت افغانستان رو به دست گرفته انشالله ما بعدا اول ملکی که تعیین شده به 31 منم تا به 20 هم هستم. خب قبل از دیگه کس بود. همین منطقه تنها می پل کنجون به اختیار شما یا دیگه هم هست؟ نه خیر، ما 31 از این کال به این کال. خب او یک اربابی داره که محل خوشاب او همون یک کجه که تنها محله یک هم چارکرتخان 13 مکه 65 مکه دیگه که 16 شورای که هر شورای 5 مکه 4 مکه اینا هم به جز اربابی مونه. از این بر میره تا پل قیدی، این بر میره سرکوچه او تا سباده جیدرو، این بر میره به تبریسه به قلعه قندریا خط مینه، این محل منزیلیا قلعه کالا سنگر همینا 16 شورای که هر شورای 5 مکه تخمین حدوداً مفرده بگم 65 مکه مکه 59 مکه جامعه اینا به حساب ملکیت که ما حال ملک می نامه قریدار دولت امارات اسلامی ما قریدار نیم انشالله امنیت هم تعمیله که هر روزی که می برد را مده که فضل خدا به امنیت ما خوبم و ما هم خودنا همکاریم اونا هم خود ما همکار امارات اسلامی این دیک و همه از زمان جهات ریاست تا به همه ساعت به هر دو جهات این مردم هم از این مردم منطقه 31 هم به جهات روسا هم به جهات امریکایی سم داشته و سم داره تا با آخر هم تا به حساب اسلام باشه انشاءالله دفاعگر هم از کس غیر اسلامی پیدا شه به جلوی نیست. بسیار خوب. اجی کاکا اینقدر مسئولیت ایتا روزای هم شده باشه که خسته شده باشیم اعصاب شما خراب شده باشه؟ روزا بوده اعصاب خراب نمیشه. من خیلی روزای شده که همین نفری بیامده بود رفته و این مشکل داشته این مشکل داشته همین بود اما بولوچاری بود مشکل دو نفرای بود که به هم میشوندیم و همین کارا سالا و شورام به حساب منه که پیشتر از این گفت دو وظیفه پیشتر از این گفت رئیس شورا مردم من تعیین کرد که با مو جمهوریت هم بود بعد یک باز این امارات اسلامی بود رسید اینا کامودن گفتم نه تو مگر هر بابم بشید دیگه حال سال هم پیشین ما به پل قضی محفل داریم به حساب او جو کنیون کمی روزا بود زحمت کشیدیم مردم رسته خدمت کردن کار کردن مردم او آماده که مردم انشاءالله او هم باشه خیر بینه ولی صاحب خیر بینه همی آبرسانی چه روز همی دفعه که او داده و گذاره ما خیلی یعنی گندم او خورده باغات او خورده یعنی فعلا او خورده که خوب او هم بسیار خوب. اجی کاکا حتما ایت نیه که شما بی ملک و بی باغ نباشیم بی مالداری نباشیم ایت بافتی یک روزی هم وقت دارین که خودی اولادا سر زمینا قدم زنیم به باغ بریم میشه گاهی دو هفته یک روز ایت خیلی نمیرسم انا مالی که ما برم به سرا اگر نونی بخورم و نماز بخونم دو بیجه با محفل دارم ما پول قضی راجع به همی او جو کنیم که با یک تپر او نگیرده با دیگه مردم خواهش کنیم از اینو با خواهشانه او دیگه را بسته کنیم ببونیم که او هم خب همیش ما کار ما با قصه مردم خونیم دقیقا بسیار خوب. اجی کاکا چند اولاد داریم؟ من 3 پسر دارم 3 دختر. خب یک عروسی داشتیم دو عروس دارم که عروس کده یکی دیگه زن ندارم خود شما یک عروس؟ خود می یک زن دارم از اول یکی تا آماده خدا بیامرده اکبری صاحب 2 دفعه هم به من گفت اجی پرون بزن گفتم نمیکنم زن من واسه کاکا منه مثلا از عجور ازی محمد مرزی خب نام شما از زمانی که ما طفل بدیم به منجی میشیشتیم پهلوان میگم شما گشتگیر هم به وقت جوانی ها بودیم؟ بله ها ما به همون زمان به هر هفته از میسیل چون وقتا قدیم رود او میکرد میرتیم از او به امام ششنید گشتی میگیستیم به پل مالون به تخت سفر آخرین گشتی یک زمان نمدش یک مجید که به شهر صورت کرده بود همی هر دو تا ما به گشتی بزدم دیگه بعدی که بیاماده می بود که معامله ترکی که باشد دیگه ما از سیوچن ترک کردم به ایران رفتم یک سال به ایران بودم بعدا بیامدم مسلح شدم رو به جهاد کردیم دیگه از گشتی بود بسیار دیگه نشد دیگه همین پیاده روی و اینا ما حال پاهم درد داره به این وقتا
حساب قلبی هم بشدم که برسیم پاکستان عمل کردم پناه بردم. خدا شفای بده. اجی کاکا به می مدت 3-4 سال به می قله به پل کنجون یا به دیگه جا چه کار بکردیم از بابت برق، آب، از بابت کلینیک؟ برق خدایی همون وقت عامل صاحب بودن برقا بیاوردیم برقا سیوشون همون وقت هم سهمی شما برقا بیاوردیم به منطقه دیگه بوده دیگه حالا که همون برقا اینا هست دیگه از حساب او همین گفتم این کنجون اینا همین بلو که هر وقت که چی میشه همین تیما بار به بار بساب که خوش میشه تمیز ما شاول پیدا میکنیم و خودی مردم همکار میشه میریم برود میکنیم چیش مصارات او میکنه دیگه ایچه کار بنیادی که به حساب مؤسسات باشه مؤسسات حالی نیه کمکی نداره از اون قدیم بوده ما تانگ او بساختیم خود ما به همین سر نتره که تو به همین منطقه را مال او نل داریم از زمین تانگ او دیگه به محل سنگر داریم و مال تانگ او دیگه به قلعه آقا صاحب داریم به او قلعه سکندریا داریم که شویه های اینا که میگم هست شویه های با پش محله و دیگه تا به لای شاهزاده اینا او میره تانگ او اینا. بسیار تشکر از شما، خداوند شما را عزت بده. لطف کردیم وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. تشکر از اینکه ما رو دعوت کردیم. بسیار تشکر. دیگه ما به شما میگم شما هم تشکر میکنیم که اومدین از ما خبر گرفتید. سلامت باشیم. قربان شما. خیر بینیم. سلامت باشیم. زنده باشیم. بسیار بسیار تشکر. همین مسکینا بعضا شفاخانه سنا کوثر به خدمت همین مردم هستم. ان شاء الله همین کار باز هر غریبی که بود مریض بیدم اینا میتونیم یک دانه حتی شما میتونیم مرخور بزنیم بر اینا. بسیار تشکر اجی کاکا. بیننده‌های خوب نازنین تلویزیون جهانی دنیای نو برنامه ادامه داره. به پل کنجون به سیاوشون هستیم به ولسوالی زیبای گذره. همراه ما باشیم به خدمت شما هستیم. دوستای خوب در کنار اجی کاکا هستیم که اینا تقریبا 1 ساعت میشه اینجا شیشتی هم یک وقت اجی کاکا شما خیلی نباره خیلی پس بفتیم به ترجو دیگه نصیب اگه باشه تقریبا سمست کنده وزی بلدیم. خب این تعامل چم خود میبینیم جو خیلی اوی داره. نیه خیلی اوی داره. یک قد اوی داره نداره. چند روز میشه کاکا این جو امیت او میایه؟ سرم بوجد میایه سوالی. خب اینا بند سلمه دیگه درسته؟ خب اجی کاکا شما از این پل کنجونین؟ خب از این که مستفید هم هستیم شاید توان کار نداشته باشیم خود اولادا کمک چیزی هم به زمین ها میکنیم؟ زمین نداریم. ملک چیزی نداریم؟ نه. باغ هم نداریم؟ نه. مالداری چی که اجی کاکا؟ هیچی نداریم. خب همین خرج زندگی از کجا فرام؟ شما کار میکنن میارم ما پاینا بکنم. چند ساله اجی کاکا هستیم شما؟ من همین سال به 80 رفتم. نام خدا 80 ساله ایم. خب 80 ساله نام خدا باز هم مال کاکا تکره ایم. الهی شکر الهی شکر. سیدام جان از این کارتا چی شده؟ از این کارتا به اجی کاکا بدیم یکی دیدونه یکی دیگه هم بدیم. کاکا جان خدای پاک ولی شما مریضی نده. یک وقت از شما خانواده کسماس مریضیان پستی لمبر 1 شفاخانه سنا کوثر نصف می پول هم حساب کتاب برای شما بخشش میکنن. چاش تا کاکا جا اگه خودمون نمیریم خوشحال میشیم. شما اگه منیم خوش آمدید. چیز پیشتر کاکا گفتیم مرغ چکار شده بده؟ مرغ بیتونی تو مرغ جوندی ما کی مرغ جوندم های های باشه همون بگم مرغ جونده بیامده که مرغ بردی مرغ الله بقیم تو های های کاکا مال با جور من دوزی گریت و با مرغ خیلی بینیم یا میمون نوازی شما کاکا جور باشه دوستا همه فیلم میگم یک وقتی نگین که البته مرغ رو بجونده جور سعدمند باشین کاکا جور باشه خوش. کامونده نباشه. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ شکر داریم بخیریم. سعدمند هستین؟ الحمدلله. نام شریف خودم بگین. عبداللطیف ولد عبدالرحیم. خب کجا بودیم؟ به صحرا بودم به سر کشاورزی.
زمین خود دارین؟ نه کشتمندم. کشتمند. چند جریب زمین به دست شما هست؟ یک 5 جریب است. خب همین قله چیزی که بشه به بادار چی رقم تقسیم میکنیم؟ همین تا نسبگیه دیگه، هرچی 2 خروار باشه 100 من از اون 100 من کشتمنده. خب انال مصارف اشته میشه؟ مصارف دیگه شوری و تر میکشه دیگه، مصارف های تر نمیکشه. مزدوری شما چی؟ مزدوری دیگه ندارم دیگه، همینه دیگه. یعنی خب همین سال به 12 که شما همین مصرف سال به 12 که امتحان مصرف اون نسبه خود میبریم و شوری خود تر میکشه بس خود. این تا وقت شده باشه که 1 سال زحمت کشیدیم به سال آخر سال که وقت خرمنا هرچی که بوده دم شده باشه که پتو خود به سال شمانی خود کرده باشیم آماده باشیم؟ هیچی نمانده بود؟ نه تا حالی کوتاه نشده. نشده؟ نه. باغ چیزی هم هست به دست شما؟ نه به دست ما باغ نیه. مالداری چیزی داریم؟ هم یک گواه که دارم واسه. گو شیری؟ بله. به به. روز چند شیر میده؟ 1 من میده بعد 1 من. خب زمان قدیم البته خیلی نه 30 سال 20 سال پیش همین شیر ماس چیزی دوغه که بود به می همسایا توزیع میکردم. حال متاسفانه بگم خوشبختانه بگم چی بگم اینا رو میفروشم. رسم رواج امو قدیمه به جای شما یا نه فروشیه اونا؟ نه نیه رسم رواج قدیم ولی با هم خورده. ما پیار ما که زنده بوده گوی داشتیم یعنی مادر ما میتکونده همی دوغال میداد به همسایه. اونا لگ با ما که برسیده ما جمع میکنیم موسای میبریم به شهر هنه میفروشیم. راست میگم. همون رقمت باور کنیم من خدا بیامرزه بیبی من کاسر میدادن صبح به صبح دستم چاش تا 1 ساعت که به چاش میموند میرفتم به سلام مادر فلانی به سلام پیار فلانی 1 کاسه دوغ بدیم ننه میگفتم ما بیبی خود ننه میگیم انا برارم کاسگاه که می 1 دوغا نعنادار مینداختم اینا رو کتاب امروز در سلا خو که می آورد اینا شمیده نصف برو دل ما میریخت نصف رم میخوردم خبر خال اکر به خونه می آوردم انال همه برفته برادر به پول سویدا میشه. انال ایتنه خوب مشکلات زمان قدیم میگذار مشکلات هم نبود خرج مصارف هم نبود درسته؟ نبود حال مجبور آدم می کاره بکنه. بله بسیار خوب برارمه خوشحال شدیم از دیدن شما. 1 4 بیتی به میبینین دامو بخونین خیلی خسته شد. اصلا اگه بلد بودی میخوندم ویچی اصلا هیچی کارو بخیر بلد نیست. نون خوردر بلدی؟ نون خورده فقط انا لقمه کنم لقمه چاش امروز چاش به شما چی بار کردم؟ ولی خبر ندارم که چیه دیگه خدا واسه چی باشه میرم دیگه. بلکه من دعا میکنم که دیگ دورمرو باشه امروز. یعنی تو تام نباشه تو کنی. خیر به جلو شما بریم خیر بریم. 1 کارت کم بلالا بدیم 1 کارت شفاخونه هم به کاکامو بدیم. انه تکلیف این رو گوشم درد کنه. با کاکا خیر بنیم. شما 5 دفعه قول به می هوا یخ بندازیم تیار میشین. شما قول بدید. مگه برو قبرستون. خدا نکنه. همراه ما باشین دوستای نازنین. کاکا مونده نباشین. اول شما خوبه؟ خوبه. میشه کمی بلندتر صحبت کنیم؟ نام شریف شما چیه؟ نام حسین. خب از کجا هستین کاکا؟ از ولایت غور. خب از ولایت غوریم. کی آمدیم اینجا؟ 8 سال میشیم. 8 سال. بله. اینجا میشینیم؟ به این محل سکون میشینیم بله. خب کاروبار شما کاکا چیه؟ کاروبار ما کار کردن چیه؟ کارگریه. زمین چیزی نداریم؟ نه. کشتمندم نیم؟ نه کشتمندم. چند نفر کاکا خرج خوریم؟ 700. 7 نفریم؟ دستیاره داریم بچه ها کار میکنم؟ بچه های داریم بچه هم اینجا یا به ایران جمعایی هم؟ یکی به ایران و 2 تا سرحد هم. به سرحد؟ خب بسیار خوب. کاکا جان گزار زندگی میشه؟ میشه شکر. الهی شکر کاکا جان. چند ساله هستیم؟ 60. آفرین نام خدا خوب تکره بمونده. از این کارتا بدیم یکی به کاکا. این کارت شفاخونه هم کاکا از شما یک وقتی خدای نکرده مریض چیزی باشین خدا کنه نکنه مریض بشیم. جور و سعادتمند باشین کاکا جان. چاش تا نمیریم خود ما. شما خود ما بریم. سلامت باشین. بخیر باشین.
خب بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. به یک جای تاریخی بسیار جای زیبایی آمدیم. از زبان لالا میشنیم که اینجا به نام خانه‌آقا میگم. مانده نباشیم کاکا. سعادتمند هستیم. قربان شما سلامت باشیم، زنده باشیم. اگر توضیح بدیم از این مکان. این مسجد که هست مکان خیلی تاریخیه. خب از زمانهای حضرت عمر ثانی میته به کتابا ثبت شده، ما که معلومات داریم. خب تقریبا 400 سال میشه میته. 400 سال. مسجد که هست مسجد خانقاه زیارتی هم داره. پلی خو این زیارت هم که هست از دوستان خدا بده میره ابوالفیض میگم، میره ابوالفیض دیوار سوار. این دیگه خیلی چند وقت میشه که از آبادات تاریخی بسازی کردم دیگه دوباره بری تعمیر کنی از این نماده. ان شاء الله بخیر ما امید داریم که بخیر از یک رسیدگی هم بشه که در حال فروپاشیه ان شاء الله. خیلی دیگه ما بری از این زحمت کمتر کشیده شده، غمخور نداره. زیارت کدوم زیارته؟ زیارت پشت مسجد گفتن اوبر مسجد. اوبر مسجد ولی خب یا من بس زیارت که گفتیم دیوار سوار کی بودم؟ میره ابوالفیض دیوار سوار مشهور به نام مثلا چه شده یاد میشه. هم خود پیری که هسته هم قبر نام ازم 29 سال سن نمونه. دیگه ابو اجداد ما میگم اینجا میره ابوالفیض دفنه. اینجا گم شدن قبر اینا مشخص دقیقاً نیه که به کدوم موقعیت، فقط زیارت اینا هست چند قبر نامیت قبر بزرگ است معلوم میشه که میله که دیوال یک وقت سوار میشدن به بیت الله شریف. داستان دیگه داره مفصله که باز بری کتابا نوشته بوده که ما نمیتونیم پیش خود بگیم، فقط کسایی که یاد دارم از قدیم یاد نمونده ما میتونیم توضیح بدن که ابوالفیض دیوار سوار میتونه اسمی مونده دیگه هست. هرات که دوستای نازنین به همه شما معلومه که تمام خاک هرات اولیای منتها بسیار اولیای بزرگه و خصوصا به هرات عزیز واقعا هست، بسیار کرامات داشتم اینا. بسیار خوب. اینجا دیگه نماز هم میخونم. بله 5 وقت نماز اینجا جماعت میشه. خب امام داره دیگه خیلی فیضات داره که به زمستان یخه، به زمستان گرمه، به تابستان هم یخه. هوا داخل که میشی کلا خیلی یخ 20 درجه تغییر میکنه داخل که. عملا خیلی چله داره 8 تا چله خونه داره داخل از این که چله خونه از این 2 تا قابل استفاده دیگه راه بسته شده چون کسی نمیامده دسترسی نداره. بسیار خوب. فقط 4 تا استفاده. خب همراه ما باشین دوستای نازنین. داخل مسجد هم میریم. بسیار یک جای تاریخی، یک جای زیباییه. لالا مانده نباشین. سلام علیکم. اول خوبه؟ بخیریم. شکر. سعادتمند هستین؟ شکر فضل خدا. اسم شریف شما؟ اسم ما خیلی رحمته. از کجا هستین؟ از کورت پیمرله. خب این گوسفندا کجا میبرین؟ این گوسفندا میاریم به کوچه و به سیاوشون همیته چرخ میدیم، هم رفقا دوست رفقا میدیم به قربونی شیشک اینو. من میبرم به سیاوشون چرخ میدیم. میفروشیم بله. دونه چند مینا قیمتی ها؟ اینو شیشک دونه 9 است، 8.5 است، بره است، تکچاد است، میته است دیگه همین چیزا. چند تا صبح بفروختین؟ از صبح تا کارکاسی خیلی نیه به نسیه خیلی ما پول به افغانستان گم شده همون پولا. خب چند تا نسیه از صبح سودا کردین؟ نسیه 4-5 تا از صبح تا به نسیه سودا کردن، پول نقدی نیه. چند روز بعد پول شما بدن؟ تا کچولو میگن ما چون کچولو هم بکنن شاید کچولو هم خود خونه شو بشه معلوم نیه، میگن با تا انگور انگوران تا معلوم نیه که اگه بشه میدن. خب برای ما بیشتر به نسیه میدین؟ برای شما میدیم نسیه 10 روزه میدیم. به درش که مرغی نمیدم. خاله که ما میدیم به شما شیشک میدیم. سموه چی؟ سموه نه داره اینا ما تا میتونیم تا 10 روزه 15 روزه که به خاطر ما پول سرمایه ما و محمد آصف هیچ سرمایه نداریم. راست میگی. انا اینا ور میدارم اگه انج کورد میخریم میاریم میدیم به مردم همسایه میدیم به سیاوشون مثلا اونا پول مربا میدن. همین سید احمد رفیق ما چند ماه اعتبار میبینیم؟ چند ساعت؟ همین سید احمد 1 ساعت اعتبار میبینیم. اما میگم یا به سید احمد بگم 1 ساعت اعتبار نمیبینم. چره؟ میترسیم هم مردم افغانستان.
یار شیر مادر شما جور سعادتمند باشیم تیار باشیم یا اونکا مثل گوشنه هم بله میبرن که اونا رو بچرونید بله برای هم بدیم گوشنه هم هست بچرونید باشه چشم تیار خوشحال باشیم برادر خدا نگهدار شما بخیر باشیم بخیر به بسیار جا شما بیننده های عزیز خالی باشه داخل یک باغ پرمیوه آمدین که واقعا جای دیدنی واقعا جای سرسبزیه در کنار هجی لالا این که خود معرفی میکنم مونده نباشیم لالا مونده باشیم اول شما خوبه صحتمند هستین الحمدلله سلامت باشیم نام شریف خودم بگیم نظیر احمد خب نظیر احمد جانی بخشیگر شما نه همینطور بود الان لالا منه ولی خب برادر شما بله به به چند نوع میوه داره میوه درختی دیگه میوه دیگه الو زرد الو سیاه دیگه زردالو دیگه نمیشه چیزایی هست جوز هم هست ولی بی هم داره جوز هم داره ولی چند جریب است این زمین این زمین دو جریب میشه دو جریب اشتنه که خیلی پوره درخت اصلا داخل این رفته نمیشه از اون وقت بشوندم گفتم هر چه پر باشه میوه بیشتر میده نه در حالی که نه میوه نور کمتر بشه میوه بیشتر میده واقعا جای سرسبز واقعا جای دیدنیه چند روز دیگه بخیری الوا به دست می آید الوا دیگه بخیر یک 20 روز بعد به دست 20 روز بعد رسیده میشه بله بسیار خوب بسیار خوب انگور شاید نداشته باشه داخل انگور نه خب تا با سمت دشت انگور بود دیگه هم باغ چیزی شما داره بله یک جری باغی هم هست یک جری باغی خود شما یا نه از خودمان ملک چیز زمینی چیز هم داره زمین ها یک جریب زمین هم داریم بله بسیار خوب تشکر از شما خوشحال شدیم از دیدن شما تشکر سلامت باشیم بخیر باشیم دوستای خوب نازنین خدا کنه که از برنامه امشب ما از این مکان لذت برده باشیم وقت برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تشکری میکنیم از شفاخانه سنا کوثر که همیشه برنامه رو اسپانسر میکنم از شما هم تشکری میکنیم که تا به این لحظه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم تشکری هم داریم از تمام همین مردم همین قریه بخیر باشیم تا هفته بعد شما به الله پاک نازنین بسپاریم خدا نگهدار شما